چطور تو بازارهای مالی کمتر ضرر کنیم؟ به توصیه آقای چارلی مانگر. من سعیدم و تو این کانال تلاشم اینه که اطلاع از بازارهای مالی رو براتون آسون کنم. یه سخنرانی خیلی خوب از آقای چارلی مانگر دیدم که تو این ویدیو خواستم خیلی خلاصه نکات مهمش رو با شما به اشتراک بذارم. برای این دسته از عزیزانی که نمیدونن آقای چارلی مانگر کیه، ایشون شریک وارن بافت توی شرکت برکشایر بوده و شاید خیلی از ماها آقای وارن بافت رو بشناسیم به عنوان یکی از بزرگان سرمایه‌گذاری و این داستانا، ولی خب ایشون یه شریکی مثل آقای چارلی مانگر داشته که تونسته اینقدر موفق بشه، چون که ایشون هم یه نکات خیلی خوب، یه اصول خیلی خوبی برای سرمایه گذاری دارن که من خودم به شخص خیلی دوستش دارم. من نکات مهم این سخنرانی رو توی این ویدیو براتون میگم. لطفاً توی کامنت ها بهم بگید که کدوم بیشتر دوست داشتید و اگر نکته مهم دیگه ای از ایشون جای دیگه ای شنیدید خوشحال میشم توی کامنت ها با همون به اشتراک بذارید. حالا اولین چیزی که بهش اشاره میکنن اینه که ضرر نکردن خیلی مهمتر از سود کردنه. این یعنی چی؟ این یعنی که اگر میخوایم یه سرمایه گذاری انجام بدیم، نگاهمون محتاطانه باشه و بیایم ببینیم که چقدر احتمال ضرر کردن هست، چقدر احتمال سود کردن. و اگر احتمال ضرر کردن بیشتره، یه مقدار محتاطانه تر عمل کنیم. چرا که با ضرر کردن شما اصل پولتون رو از دست میدید، پولی که شاید با کار کردن به دست آوردید. ولی اگر با سرمایه گذاری نکردن، اون سرمایه گذاری رفت بالا، رشد کرد و شما یه سودی از دست دادید، صرفا یه پول بیشتری که میتونستید داشته باشید و ندارید. من خودم از این اصلش خیلی استفاده میکنم و هر موقع میخوام یه سرمایه گذاری انجام بدم، مثلا روی بیت کوین، میام با خودم حساب میکنم ببینم که چقدر احتمال داره ریزش داشته باشه، پولم کم بشه و چقدر احتمال سود داره. و بر اساس اون اگر ببینم احتمال ریزش بیشتره، خب سرمایه گذاری ما انجام نمیدم. و خیلی هم بستگی داره به رویکرد شما. شاید مثلا تا 20% ریزش براتون قابل قبول باشه، ولی برای یکی دیگه حتی حاضر نباشه 5% 10% ریزش توی اون سرمایه گذاری رو تحمل کنه. این خیلی به نگاه و اینکه چقدر کانزرواتیو محتاط هستید توی سرمایه گذاریتون برمیگرده. نکته دومی که میگن اینه که میگن انوی نداشته باشید، یعنی قبطه نخورید توی بازار. منظور اینه که اگه میبینید یه نفری یا نفر ایکسی سرمایه گذاری کرده و سود خوبی به دست آورده، شما هم بگید پس منم برم همونجا سرمایه گذاری کنم و منم همون سود به دست بیارم. چرا که تایمینگ بازار خیلی مهمه، استراتژی هر فرد خیلی مهمه و میگن که توی بلند مدته که بازار نشون میده چه کسایی توی سرمایه گذاریشون موفق بودن، پولدار میشن و چه کسایی پول از دست میدن. توی کوتاه مدت نمیشه تصمیم گرفت. یه نکته باحال دیگه ای که میگه این روزا اینجوری شده که هر کسی یه 4 تا ویدیو نگاه میکنه، 2 تا کتاب میخونه، فکر میکنه دیگه همه چیز میدونه و میتونه وارد این بازارهای مالی بشه. میگه ولی اینطور نیست. میگه حتی من و وارنم اینو پذیرفته بودیم که ما نمیدونیم و همین پذیرفتن این که من نمیدونم خیلی باعث میشه که محتاطانه عمل کنید. و میگه خیلی ما مواظب بودیم که تو چه بازاری وارد بشیم و تو چه بازاری وارد نشیم. پذیرفته بودیم که مثلا شاید ما همه چیز رو راجع به بازار اویل نفت ندونیم، همه چیز رو راجع به بازار کریپتو ندونیم. نکته بعدی که میگه صبور بودن تو این بازار خیلی بهتر از، خیلی مهمتر از باهوش بودنه. و میگه کسایی که از دید ما شاید آدمای حوصله سربر و محتاطی به نظر بیان، مخصوصا از دید کسایی که سرمایه‌گذاری کوتاه مدت انجام میدن، خرید و فروش‌های کوتاه مدت، میگه ولی همونان که در آینده به ثروت خوبی میرسن، همون آدمای حوصله سربر. و تشویق میکنه به این که نگاه سرمایه گذاریمون رو بلند مدت انتخاب بکنیم به جای اینکه بخوایم تو کوتاه مدت سرمایه گذاری کنیم و به پول خیلی زیادی برسیم تو فاصله کم. نکته بعدی که میگه رو من خودم خیلی دوست دارم. من همیشه توی سرمایه گذاریم قدیم به این شکل بودم که اگر سرمایه گذاری میکردم و اون ریزش میکرد و پولم از دست میرفت، خیلی خودخوری میکردم که شاید مثلا تایمینگ درستی، تایم خوبی وارد بازار نشدم، تحلیلام اشتباه بوده و دلایل دیگه. ولی خب آقای چارلی مانگر میگه که توی این بازارها و توی سرمایه گذاری همیشه امکان خطا و اشتباه هست. میگه حتی من و وارنم اینو پذیرفته بودیم که اشتباه میکنیم و به خاطر اشتباهاتمون خودمون رو سرزنش نمیکردیم. و میگه کسایی در نهایت موفق میشن که خطاهای کمتری داشته باشن و به اصطلاح خودش حرکت‌های احمقانه‌شون کمتر بوده باشه. دو تا نکته دیگه هم تو این سخنرانی وجود داره و این اولیش اینه که میگن با بدهی سرمایه گذاری نکنید. شاید کمتر کسی این کارو بکنه، ولی میگن اینطور نباشه که یه وامی بگیری و بخوای با اون پول سرمایه گذاری کنی. چرا که اگه ارزش اون پول کم بشه، شما هم یه پولی از دست دادی و هم یه پول بیشتری رو باید از اون به اون جایی که وام ازش گرفتی برگردونی و این ضرر از دو طرفه. و نکته بعدی اینه که میگن همیشه یه پول نقدی رو کنار داشته باشید.
بازار به شما یه تایمایی، یه فرصتایی میده و باید برای اون فرصت‌ها آماده باشید. منظور زمانیه که سهام‌ها ریزش میکنه. اگه اون تایم شما کش پول نقد داشته باشید میتونید سرمایه‌گذاری کنید و اون سرمایه‌گذاری توی قیمت‌های پایین شما رو چندین سال جلو میندازه و یه سود خیلی خوبی بهتون میده. و میگه که من همیشه یه بخشی از پولمو به صورت نقد نگه میدارم. میداشتم، البته ایشون فوت کردن. و میگه که از نظر خیلی‌ها شاید این احمقانه به نظر میومد، چرا که ما میتونستیم روی همون پول نقد یه سود خیلی خوبی بگیریم با سرمایه گذاری کردن، ولی ما اونو همیشه کنار میذاشتیم برای اینکه بتونیم برای فرصتایی که بازار بهمون میده آماده باشیم. و در نهایت به این اشاره میکنن که سرمایه گذاری و پولدار شدن همین اصول ساده است. پول از دست ندادن همین اصول ساده است. رعایت همینا که دیسیپلین داشته باشید، استراتژی داشته باشید و این اصولی که در موردش صحبت کردیم رو رعایت کنید. میگن اگر این اصول برای کسی جذاب نیست، اون فرد دنبال هیجانه و مسیر هیجان با پولدار شدن کاملا متفاوته. امیدوارم که این ویدیوهای کوتاه براتون مفید بوده باشه. من که اصولشون رو خیلی دوست دارم و بر خودم نوشتم و هر موقع که میخوام سرمایه گذاری انجام بدم یه مروری میکنم ببینم که سرمایه گذاری بر اساس این اصول هست یا نه و خیلی بهم کمک کرده. امیدوارم که برای شما مفید بوده باشه. با لایک و سابسکرایب بهمون انرژی میتونید بدید.